من بختت را میکشایم. یاهو یاها یاهو یاها یاهو. کسی پیش راهی تو را بسته است. آینده تو بزرگ است، من میبینم. گفتگی هایم را کن، همش خوب میشود. ای نفرانی که نزد فالبین ها می روید، نزد جادوگر ها می روید، این و آن برای کشایش کار، تقدیر جنبان و من نمیدانم شفا و دیگر. آیا میدانید که شما مقدس ترین چیزتان را از دست می دهید؟ ای مردم، این چیزی هست که تمام چیز دنیا را اگر بدی او را خریده نمی توانی. او چی است؟ او ایمان است که شما ایمانتان را از دست می دهید. خدا همه گناه را می بخشد، با او شریک نآورید. یعنی تمام گناه را خدا می بخشد، بغیر از گناهی که پهلوی خدا شریک می آورید. یعنی چی؟ پیشروی کارتان را، براری کارتان را، سلامتیتان را، یا هر چیزی که است از خدا نیو از کسی دیگر طلب میکنید. خدا را خوش نمی آید و خدا نمی بخشد او را. شرک گفتنی چی است که دغلتر فهمانیم حتی میگویند از دین شما خارج می شوید. مردم، آشکارا به شما میگوییم شما را فریب میدهند، بیدار شوید. از همین نگاه اسلام بگیریم همین کارای شما درسته؟ من نمیفهمم اسلام چیه. من از این چیزا برآمدگیم. این یک زنه که در خانه‌اش در آمدیم ما در چای داد سانه در همون گفتیم که خانت به بوی خون هستی، جادو هستی. گفتیم سانه و گفت که گودک میمرن. گفتیم ما گودکم نمرن، همین چیزا یافته به تی گفته مادر. یگان چی بیار گفت من باشته چی کنم. گفت یا همون جادو را من مثلا باشته پیش قبل. من دیگه در شاه حال دیدم، دیگه نمیدونم من چیکار کردم نکردم. دو تا تلفن گرفتن، تلفن خود ما گرفتن، تلفن ما شو ما گرفتن، گوشوار ما گرفت، چالا ما گرفت، 23000 سوم ما گرفت. پول دختر چند بود؟ من گفتم من ندارم سوم. چی کاری کردم؟ من میگم آخه زنه که من پول ندارم. ما خیلی کشایش شبای. این چیه ای؟ بلچه نمکگره. این برای چی استفاده می‌کنی؟ برای دادن کشایش. ایش چیه اینا؟ این حالت زنانه گرگ. اینا برای چی استفاده برای کشایش کار. این ناخونی دندانه برای تیز برارگیری کشایش کار. ناخونی چیه؟ گرگ. سوزنکا چیه؟ قلفا برای چیه؟ سوزنکا برای دلگرمی است، قلف برای بستن. بهترین چیزی که خداوند برای شما داده است این عقل است. یک بار کمی با اون عقل فکر کنید. او انسان است و من هم انسانم. چگونه انسان میتواند که تقدیر مرا دیگر کند، هر چیزی که پیش آیند مرا بگوید و یا ما را من نمیدانم دولت دار کند یا هر چیزی که است. دروغ است این. بعضی کارهای زشت انسان ها به جا میبیارند که البته این به اسلام یگان نزدیکی علاقه ندارد، بلکه اسلام ضد چنین کارها هست. اکثریت ساکنان کشور ما که مسلمان هستند، آنها در مابین اینها بعضی مسلمان هایی هستند که ویها ساده فهم هستند و چنین کردارها که آن کردارها از نام اسلام گفته به جا آورده می شود باور میکنند. پروردگار به پیغمبر دعوت کرده میگه ای محمد تو گو، آشکارا گو، برای انسانیت بیان کن. اگر من غیب میدانستم، علم غیب میدانم، آینده چی میشد میدانم،
من برای خود بسیار کارها رو میکردم که تا این زیانهایی که به سر من آمد از این زیانها من خود نشان میدادم. ببینید که در این آیه کریمه الله سبحانه و تعالی به بهترین فرزند انسان در روی زمین حضرت محمد مصطفی علیه السلام خطاب کرده، میگه تو به زبان خود گو که تو غیب نمیدانی، آینده چی میشود نمیدانی. در تفسیر همین آیت خصوصا علماهای مذهب امام ابو حنیفه بسیار چیزها رو بیان میکنن. میگن که ببینید که خداوند در این آیه کریمه علم غیب پیغمبرش به که نه آموزانید. امروز از نام اسلام برآمده غیب میگن. مثلا پیش یک انسان ها رفته فرزندی تو فلان میشود، آینده تو چی میشه. پیغمبر خدا غیب گفته آینده میگه. آینده را که ندانند پس امروزه این انسانیت ها چطور آینده را میدانند. و این چنین الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان در سوره نمل، البته در این آیات ها در این باره آیات های بسیاری هست، لیکن از سبب وقت کم بودن شاید ما کوتاه کرده یک آیه دیگر میگوییم و دو حدیث میگوییم. ان شاء الله همین کلی سخن کوتاه میکنیم. پروردگار در سوره نمل در آیه 65 میگوید که قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. ای پیغمبر میگوید، این خطاب پیغمبر مباشر به پیغمبر، بگو علم غیب آینده چی شده نشه، در زمین و آسمان ها چی می شود، جز خداوند یگان مخلوق نمیداند. برای سیر و جدو تا امروز کسی به درد خود درمان نیافته است و نخواهد یافت، ولی شخصان زودآور و گمراه و بیسواد برای برطرف کردن مشکلی پیش آمده نزد سیرگران و جادوگران و بنا ملا و طبیبان رفته به قلابان شرایط فراهم می آورند. اکثر مورد شخصان بیخبر از رسالت دین و مذهب دین اسلام را همچون نقاب برای کردارهای نفسانی و مردم فریبی سوء استفاده می نمایند. پیغمبر خدا گفتند که کسی که نزد یک فالبین می رود، یک چیز می پرسد و مجرد رفته پرسیدن ولی عمل نکرده است و تصدیق نکرده است، فقط رفته می پرسد که همین غیب می داند، همین فال می بیند، 40 روزینه عبادتش قبول نمی شود. ولای خاطر یک چیز رفته. این حدیث بینید برادران عزیز، ان بعض الامهات گفته است در سند، لیکن امام نووی میگن که این حدیث ام المؤمنین حضرت حفصه بنت عمر روایت کردند. پیغمبر خدا چی گفتند؟ کسی که نزد یک فالبین میرود و مجرد یک کس سوال پرسیدن و تحقیق 40 روزینه عبادتش در نامه اعمالش کتابت کرده نمی شود، قبول نمی شود. ای مردم، عبادت تنها نمازخوانی نیست. هر کار خوبی ما خودش عبادت است، حتی تبسم عادی. پیغمبر خدا چی میگن؟ وقتی که از یک فالبین یک جادوگر رفته یک چیز میپرسید و گفت هوای باور میکنید، گفت هوای تصدیق میکنید، بختت میکشوده میشد، این میشود و این میشود، دروغ بسیاره عقوباتش بینید. پیغمبر خدا چی گفتن؟ فقط کفر بما انزل علی محمد، و آن کتاب معتبره که و آن قرآن عظیم شانی که هدایت انسانیت در وی هست که بر محمد بندش نازل شده است، به همون کتاب کافر می شود. اکنون چرا در شرح این حدیث و حدیث ها میگن که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان فقط علم غیب جز الله، ای حبیبم تو پیغمبر هستی تو نمیدانی. و دیگر آیات های بسیاره در حق دیگر پیغمبر ها هم خداوند گفت که این علم غیب این من است. در تمام کتاب های آسمانه خداوند بیان کرده است که علم غیب جز الله دیگر مخلوق نمیداند. حضرت بخشش یعنی که هر کسی که میرود باور میکند تحقیق میکند از دین خارج میشود. کوتاه گوییم. بله. چرا اکثر اینها از دین استفاده میکنند؟ حتی ببینید دایره هم گیرن، نام خدا را میگیرن، اگر یکون چیز نویسن در ورق عربی یا که نام خدا را مینویسن یا از آیات ها، یعنی سوء استفاده از اسلام میبرن. چرا اینها اکثرش؟ لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله یاسین گرفتم. بسم الله الرحمن الرحیم مالک یوم الدین انک نستعین. من الله اکبر لا اله الا الله الحمدلله رب. چی باید همه آیات سوره رو ادارهش کردن استدی؟ چی باید؟ حقیقتا در کردار اینها ما بعضی چیزها رو مشاهده میکنیم که از نام اسلام دایره زنی و نوازنی و سخنها گفتن. این استهزاء به دین اسلام است، این استهزاء به قرآن است، این استهزاء مسخره کردن دین مبین اسلام است. امروز کار اینها
با واسطه بعضی چیزها اسباب‌های آهنین یا که با واسطه بعضی شاخ‌ها با واسطه شلنگ‌ها تربه‌ها هست یک کارهایی که میکنن که در دین مبین اسلام نه تنها دین مبین اسلام اینها رو من کرده است بلکه خداوند چی میگه وقتی که شما چنین کارها رو کردید و قرآن من شما استهزا کردید. بعضی نفر اینها به دیگر عالم کار میکنن شاید گفته توانند آن چیزی که شده گذشت. مثلا کسی نیست شما یک کار را انجام میدید آمده به شما میگه تو فلان کار را انجام دادی شما که بیخبر هستید از اون عالم میگید که ها اولیا بوده است و یا گاه ها میگن فلان جا میروی فلان سوراخی دیوار را کاف در آن جا یک کاغذچه مییابی اما کاغذچه مانده شده است. اینها با دیگر عالم هم کار میکنن. دین چی میگوید در این بابت؟ بعضی انسان ها جنهای کافر و چیزهای حرام خود مسخر میکنن برای ویها خبرهای دروغ بسیار میبیارن خبرهای دروغ بسیار از همون اگر 100 تا سخن دروغ گوید از همون یا شاید یک تا به حقیقت تقریب بیاید لیکن اصلا همش دروغ است. از برای خاطر همینم این هم یک عمل زشت است که خداوند در قرآن عظیم شان از چنین کارها در بیان کرده میگوید که در قرآن عظیم شان که در آیتی درباره حضرت سلیمان همین کار در زمان حضرت سلیمان رواج افتاده شدگی بود لیکن الله سبحانه و تعالی بیان کرد که از این کار شما خودداری کنید. بعد شما برای چه آورد با کلفی سفر؟ امور برای کشایش خواند رفت. شما هم در کلف میخونید کشایش هم در شام. در همین جو برنامه به انجام رسید. ای خلق عزیزی من مقصد برنامه بیدار کردن بود تا که شما را بیدار کنیم. هر چه میخواهید از خدای خود خواهید نه از کسانی دیگر. گاه در هر صورت خدا شما را امتحان میکند اما زود تسلیم نشوید و بدانید که خداوند هیچ کس را به قدر ناتواناییش امتحان نمی کند. هر کاری که شما از او داشت می بروید خدا امتحان می کند و شما را تماشا می کند که چی کار می کنید. خدا ما و شما را و نزدیکان ما و شما را وطن عزیزمان را در پناهش نگاه دارد. تا برنامه های آینده.